خوش اومدید به این ویدیو از کانال ایران MC گیمینگ. آقا امروز میخوایم بریم ماینکرافت سروایول بازی. چرا من دارم اینجوری حرف میزنم پشما؟ آقا من ویدیو شورت گذاشتم، ویدیو بلند 15 دقیقه‌ای هم گذاشتم، ویدیو اینا رو گذاشتم و ویو که فکر کنم خورده 500 تا ویو خورد. یا علی چرا ویدیو داره رفت؟ یه 500 تای ویو خورد، ولی به چه قیمتی؟ ساب نگرفتیم، لایک هم نگرفت، البته 3-4 تای هم لایک گرفت. حالا بگذاریم، ولی امیدوارم این ویدیو برعکس اون یکی ویدیوها چیز بشه، حداقل یکم ویو بگیره، لایک بگیره، کامنت بذارید. و اون ویدیو شورتی که گذاشتم بچه‌ها، من اصلا اولین ویدیوم بود که گذاشتم و شورته یکم بچه بد شد، به خاطر اینکه اولین تجربه بود و اینکه چیز شد، چی میگم بهش، زیرنویسش بد شد. خب بگذاریم، اسم ورد رو بذاریم، چی میذاریم؟ ایران سروایو دیگه، سروایو. خب برها سروایو، البته شنیدم ایو میذاریم سروایو البته. خب برش کن. دیتا پک که هیچی نمیذاریم، چیز خاصی نمیذاریم. چیت هم که آفه بچه، چیت آفه. دیفیکالتی نورمال، فعلا نورمال، بعدا ایزی میذاریمش، ایزی، بعدا نورمال و بعدش بیشتر. باز چیت آف، اینم که نورمال، اینم که هیچی. خب برو بریم لیتس گو، بعدا میایم و این کار رو انجام بدیم. چه خبر در مورد ویدیوها بچه؟ ما هر روز یک یا 2 ویدیو داریم در روز. حالا 1-2 ویدیو داریم میذاریم و امیدوارم که لایک کنید و ساب کنید تا بتونید سریعتر خانواده رو تشکیل بدیم و بشیم یه یوتیوبر خفن. به هر حال اگه در مورد خودم میخواد بدونید، بعداً توی ویدیو معرفی هم میذاریم که چیزه. امروز ماینکرافت سروایو داریم، فکر کنم فردا براشون ماینکرافت کریتیو هم میذارم، یا امروز اصلا ماینکرافت کریتیو میذارم. ولی ایده که ندادید، بعد ایده خودم دوباره بسازم. نمیدونم، از ایده خودم بسازم. اما بریم همین الان ویدیو کات و از توی مپ در بیایم. Let's go. بسم الله. وردمون باز شد و یکم لگیم، یکم که نه خیلی لگیم. من مجبور شدم 2 تا ویدیو بگیرم. یه لحظه کات بچه، من چیزم OBS هم کات نه. آها راستی، من تو ویدیو قبلی گفتم OBS هم چیزه، بگو اسمشو، کار نمیکنه، ولی این ویدیو همش تغییر کرده، این ویدیو کار میکنه. خب بهتر شد. چوب فیسم فکر کنم کمتر از 10، خیلی فیسم کم. راستی بچه یه چیزی باید بگم، وای بدبخت شدیم. من 1 بار عمرم کانال یوتیوب زدم و خواستم اسکین خودم رو داشته باشم. اسکین خودم رو ساختم، گذاشتم، زدم تو تیلانچر، همه شو اوکی کردم. حالا سر این نسخه که کمتر لگ بگیرم، توی چیزم سودیومم، نسخه فابریک سودیومم، و سر این موضوع که من لگ نگیرم مجبوریم چیکار کنیم؟ فابریک سودیوم دانلود کنیم و فابریک سودیوم جزو تیلانچر نیست. من نمیدونم اسکین چی باید بزنم. اگر روشی دارید برای اسکین زدن توی فابریک سودیوم بگید، من اسکین بزنم. الان نسخه 1.16 که فابریک سودیوم دارم بازی میکنم فعلا. بله خب یه کولنگ بسازیم، پاشیم بریم. خلاصه که این گونه من احساس کنم
یکم صدا چیز زیاده چون اسکرول موسم خراب شد. وای خرابه، هنوزم خرابه. اسمو دارید ایران ام سی. بله خب امیدوارم که فالو کنید بچه‌ها. چنل آرت هم دیدید هنوز ساب نکردی و سوال من از شما هنوز ساب نکردید ساب کنید ناموسن. من قبل اینکه این چنل رو بزنم همیشه وقتی یوتیوبری میدیدم تازه کار باشه سابش میکردم و زیاد چیز خاصی نیست ولی به نظر من الان شما همین کار برای من انجام بده. من تازه کانال یوتیوب زدم و ازتون میخوام این چنل رو ساب کنید و خوشحالم میکنه منو ساب کنید. با این سیستم زغالی نشستم اینجا ویدیو میگیرم و شما باید منو ساب کنید که خوشحال شیم. کرفتین تیبه برشیدم میسازن دیر تورت کن بیاد. چرا دیرتش کم بود؟ خلاص بچه من همیشه باید وسط یه جزیره تنگ و تاریک خدایش جزیره خسته شدم دیگه. اصلا جزیره عادی نی. خب یه پیککس وای داشتم اشتباه بساختم. یه تبر و یه سورد. خب برای من اینجوری راحت هم اینام که اینجا باشن. حل چندشو کم کم دارم با شماره های کیبورد آشنا میشم تا دیگه از اسکرول موس استفاده نکنم. اینجوری خیلی بهتر از اسکرول که استفاده نکنم. خیلی ساده تر میتونم چیز کنم بین اینونتوری چشمش بدم و اینجوری بهتره. خیلی به نظرم بهتره. اگه صدای نفسم تو ویدیو باشه خیلی بد میشه. من میکروفون بشد من اون موقع تو چیز بندیکم رکورد میکردم و بندیکم صدای میکروفونم ضبط نمیشد. خیلی راحت تر بودم ولی الان با OBS با میکروفون مجبورم ضبط کنم و با میکروفون که ضبط کنم چیز میشه چی میگن با میکروفون که ضبط میکنم باید میکروفون بکنم حلقم تا بتونم کم چیز کنم. نیشکر من تازه دیدم نیشکر اصلا حواسمش نبود. خب حله نیشکر بدید. اگر چرا کیفیت ویدیو بد بود ببخشید دیگه. من مثل چیزای دیگه اولین بارم دارم با OBS رکورد میکنم. از روزی که یادمه OBS هم خراب بوده و الان تازه یکی از اولین بارمه که دارم فکر کنم OBS هم رکورد میکنم باش. اگه خراب بود دیگه ببخشید دیگه. من ویدیو بعدی سعی میکنم درستش کنم. سعی میکنم فقط. خب اوکی خونمون رو کجا بسازیم؟ نه بیسی باید داشته باشیم دیگه بالاخره. بیس تو غار مثلا باشه چیزی کافیه. خیال از آرامش تا FPS هم بره بالا. FPS خودم بعد نمیدونم این تو ویدیو هست یا نه. امیدوارم که نباشه و FPS هم معذرت میخوام کوچولو نابود شدم. خب حله اشکال نداره برو بریم. کو اورست فتح کردم یه جا برای بیس ساختم پیدا نکردم. اوه گوسفند کجاست؟ وای تخت میخوام. تخت گوشتم نیاز دارم ولی خب به هر حال تخت مهمتره. تخت خیلی مهمتر. خب مرد یه گوسفند پیدا. ما گفت ما اومدم بگم گاو اشتباه گفتم ما بمیر دیگه. ما عجب گاویه. عجب گاوه. عجب گاویه. خب بمیر دیگه با یه ضربه. اصلا اینجوری میزنن گاوو. با گاو اینجوری بر رفتار کرد. بله با هم یه سری با اینجوری رفتار کرد. خب بله بگذاریم از حرف انگیزشی. سیب اوکی
نمیشه. این الان که دارم این ویدیو رو میگیرم یه دونه سابسکرایب دارم. این ویدیو رو که تمام کردم امیدوارم بیشتر از یه دونه ساب داشته باشم و خیلی بهتر باشه روند ویدیوها. امیدوارم. آخ یه لحظه وایسا، چرا کیبوردم خراب شد؟ ای چرا کیبوردم اینجوری شد؟ کنترلی که میگیرم برای دویدن هیچ دکمه کار نمیکنه. آقا ولش کن بیس سازی و یه لحظه همین برا بسازیم یه دونه بیس کوچولو. خب اگر الان کنترل نگیرم چجوری بدوم؟ نمیشه. گوشت خوک حرومه، نمیخوام. گوشت خوک حرومه. به حال همینو بریم جلو. من همش استرس اینو دارم که الان چیز باشه، صدای اینا خیلی زیاد باشه، صدا خودم نیاد. امکانش هست. خب اول از همه یه کرافتینگ تیبل بیار. خیلی کلیجم خودم اینو میدونم، لازم است بهم بگید. خب این فرنیسه بذاریم اینجا. آخ به خب بذار بپزم. اوکی زیاد نباید بپزم. خب باشه یه دونه کافیه. یه دونه کافیه. خب اوکی. درمون نشه. درمون که نه از جالب نی، ولی در خودش واژه خوبیه. خب به هر حال یک استیک داریم. به استیک های بیشتری نیاز داریم. یه در اولین قدم یک چست، در قدم دوم استیکس. ای بابا زر مار دیگه. خب در دومین قدم استیک، در سومین قدم البته، در سومین قدم استیک و یک دونه چوب که میتونیم باش بیل بسازیم. چرا بیلمو چوبی ساختم؟ عجب خریم. وای عجب خریم. پشمام تالای خر به این نزدیکی نیده بودم. یه خر خیلی حرفه‌ای بنازم. عالیه. لحظه وایسا. با خرتر همون دیدم که من دارم تو کرافتینگ تیبل میسازم. بابا خب اینو چیز میکنی. این خوک های این گوشه خونه منه دارن اذیت میکنن و دوشید دیو. خب نام وسایلمون رو بزنیم تو چستمون و این پارت تموم شه. بریم یه شورت ویدیو بگیرم و تمام. فردا میام خدمتتون با ویدیوی خفن‌تر و امیدوارم که این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر این ویدیو خوشتون اومد این ویدیو رو لایک کنید و یه کامنت حرفه‌ای بذارید و این چنلم سابسکرایب کنید و همین دیگه. تا یک ویدیوی دیگه هم فعلا خدافظ.